السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برای رشد کردن باید سختی کشید. برای فهمیدن باید شکست خورد. و برای به دست آوردن باید از دست داد. این قانون زندگی است. مرد شدن شاید تصادفی باشد، ولی مرد ماندن کاری هر کس نیست. چشم اگر حق بین نباشد، کور بودن بهتر است. دوست اگر همدرد نباشد، دور بودن بهتر است. من از بیگانگان هرگز ننالم، که با ما هر چی کرد آن آشنا بود. سه چیز را در ذهنمان باید جایگیر کنیم. یکم، از مرگ نجات نیست. دویم، در دنیا راحت نیست. سیوم، از گپ مردم امین نمیمانیم. یک جهان تشکر که وقتی قیمت خیش را دریغ نداشته ما را گوش کردید. اگر نوار کرده ای ما برای شما پسند آمده باشد، پس سگمچه دوست داشتن را پخش نمایید و در شبکه ما آبونه شوید. هر کی ما را یاد کرد، ایزد مرو را یاد باد. هر کی ما را خوار کرد، از عمر برخوردار باد. هر کی اندر راه ما خار فکند از دشمنی، هر گل کز باغ وصلش بشکفد بی خار باد. در دو عالم نیست ما را با کس گردی غبار. هر کی ما را رنجه دارد، راحتش بسیار باد.